یک زن 29 ساله ساکن نویه سنگوار به آن گمان بر می شود که روز 26 نوامبر ساعت 15 مادرندر 43 سالش را با فریب به ساحل دریای خنگا برده به آب تیل داده است. در نتیجه جبر دیده غرق شده به هلاکت رسیده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 29 ساله ساکن نویه سنگوار همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی، این زن روز 26 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15:00 از سبب مناقشه عائلوی مادرندرش زن 43 ساله ساکن نویه مذکور را با راه فریب به نزد ساحل دریای خنگا برده او را به داخل دریا تیل نموده است. در نتیجه جبر دیده غرق شده به هلاکت رسیده است. نسبت نام برده پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به دختراندر اکنون برای آدمکشی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر در تاجیکستان درباره کشتار یا قصد کشتار خویشاوندان نزدیک خبرهای زیاد به دست میرسند. تنها در ماه نوامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره 6 چنین جنایت سنگین خبر داد. در 3 مورد شوهران قصد جان زوجه‌هایشان را کرده، در یک مورد برعکس یک زن شوهرش را با تبر کشت، در یک مورد دیگر کلین خانواده خوشدامنش را با ضرب کرد به هلاکت رساند و در این مورد اخیر دختراندر مادر اوگایش را به دریا تیله داده با یک بیرحمی خاص از حیات محروم کرد.